نیروهای ویژه نظامی ایران که باید آنها را بشناسید. کشورها سعی می‌کنند نیروهای نظامی خود را در بهترین حالت آمادگی حفظ و با بهترین تجهیزات مسلح کنند. در این میان برخی از نیروهای نظامی سرآمد دیگر بخش‌ها و نخبه‌ترین آنها هستند و برای سخت‌ترین کارها و دشوارترین مأموریت‌ها تربیت شده‌اند. نیروهای ویژه و نیروهای دلتا در ارتش آمریکا از جمله مصداق‌های نیروهای نخبه نظامی با کاربردهای خاص هستند. ایران نیز به عنوان دارنده یکی از زبده‌ترین نیروهای نظامی جهان به خصوص در بخش منابع انسانی از این نیروهای ویژه و خاص بی بهره نیست. در ادامه با هم نگاهی به برخی از مشهورترین یگانهای نظامی ویژه ایران داریم. تیپ 65 نوهد کلاسبزها. مشهورترین نیروی نظامی ویژه ایران تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد معروف به کلاسبزهای ارتش ایران است که عموماً زبده‌ترین نیروی نظامی ارتش به حساب می آید. این تیپ در سال 1349 تحت نام تیپ 23 نیروهای ویژه هوابرد توسط سرلشکر خلبان منوچهر خسروداد تأسیس شد و بعدها این یگان از تیپ به لشکر ارتقا یافت. در حال حاضر تیپ نوهد به عنوان یکی از زبده‌ترین نیروهای نظامی در جهان است و در مسابقات دوره کوهستان سال 2014 روسیه مقام سوم را کسب کرد. تعداد پرسنل این نیرو که دهمین نیروی ویژه و تکاور برتر جهان است حدوداً 6500 تن است. تیپ 55 هوابرد چتربازها. تیپ 55 هوابرد شیراز یگان ویژه هوابرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که پادگان‌های آن در استان فارس مستقر میباشد و قرارگاه مرکزی آن در شهر شیراز قرار دارد. تیپ 55 هوابرد در سال 1342 تشکیل شد و در ابتدا تیپ 25 شاهین نام داشت. این تیپ دارای 2 پادگان در شیراز در محدوده 4 راه هوابرد و بنفشه و یک یگان نظامی مستقر در جاده شیراز کازرون می باشد. کلیه پرسنل ارتش برای طی دوره‌های چتربازی به تیپ 55 هوابرد اعزام می گردند و در کمیته آموزش‌های هوابرد که روبروی پادگان است، آموزش‌های ابتدایی و تخصصی را طی می‌کنند. هوابرد جزو معدود یگان‌های ارتشی خارج از تهران است که برای رژه 29 فروردین و 31 شهریور ماه هر سال با چتر برای رژه به تهران اعزام می‌شوند. تیپ 25 تکاور واکنش سریع. تیپ 25 نیرو مخصوص واکنش سریع که قبلا با نام تیپ 25 مستقل تکاوران ممتاز شناخته میشد، یکی از تیپ‌های تکاوری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز مستقر می باشد. این تیپ از زبده‌ترین نیروهای ویژه شمال غرب ایران بوده که در سال 96 به واکنش سریع تغییر ماهیت داده است. از لحاظ آمادگی این تیپ در سطح بسیار بالایی قرار دارد و با رزمایش‌ها، ورزش‌های تکاوری، رزم شبانه، آموزش‌های عمومی نظامی و آموزش‌های تخصصی ادوات نظامی و بازدید سلسله مراتب که به طور مرتب و برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد، این آمادگی روز به روز ارتقا می‌یابد. تکاوران نیروی دریایی ارتش تیپ یکم تفنگداران دریایی ایران. نیروی دریایی ارتش نیز مانند نیروی زمینی تیپ تکاوران خاص خود را دارد. تیپ یکم تفنگداران دریایی ایران SBS یا تیپ یکم تفنگداران دریایی امام حسین، تیپ تفنگداران دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مستقر در بندرعباس در استان هرمزگان است. این واحد به عنوان یکی از قدرتمندترین واحدهای تکاوری در نیروهای مسلح ایران محسوب می شود. مرکز عملیاتی این تیپ در آبهای خلیج فارس مستقر است و قادر به عملیات تا شعاع عملیاتی 3000 کیلومتر از مقر اصلی است. تیپ دوم تفنگداران دریایی رسول اکرم، تیپ سوم تفنگداران دریایی حمزه سید الشهدا، تیپ چهارم تفنگداران دریایی امام رضا و تیپ عملیات ویژه مسلم ابن عقیل ارتش دیگر تیپ‌های نیروی ویژه نیروی دریایی ارتش هستند. بر اساس برخی گزارش‌ها، یگان تکاوران ویژه دریایی ارتش SBS قوی‌ترین یگان عملیات ویژه در کل نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود. این یگان در مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی ارتش در منجیل آموزش می‌بینند.
یگان تکاور صابرین، نیروی ویژه سپاه. یگان تکاور صابرین یا یگان نیرو مخصوص صابرین مجموعه‌ای از گردان‌های تکاوری نیروی زمینی سپاه پاسداران است که نیروی انسانی آن به منظور انجام عملیات‌های ویژه آموزش داده می‌شوند. این یگان در سال 1379 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور مبارزه با تروریسم شکل گرفت و در ابتدای شکلگیری نیروهای آن توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران آموزش داده می‌شد. یگان تکاور صابرین در مبارزه با پژاک در غرب ایران، جنبش العدل در سیستان و بلوچستان و داعش در مرز ایران و عراق نقش‌آفرینی جدی داشته است. نیروهای ویژه دریایی سپاه، نخبه‌های نظامی سپاه. نیروهای ویژه دریایی سپاه در اواخر سال 86 به دستور فرماندهی کل قوا و فرماندهی دریادار محمد ناظری با هدف حضور در خلیج عدن و ایجاد نیرویی که قدرت برخورد و انهدام داشته باشد تشکیل شد. پایگاه کنونی این نیرو در جزیره فارور است. احتمالاً محمد ناظری را با مسابقه فرمانده در شبکه افق به خاطر بیاورید. اعضای این نیرو بهترین‌های نظامی سپاه و گلچینی از تمام نیروهای سپاه هستند. افراد این نیرو قابلیت مقابله و هجوم از راه